این نتیجه رسیدیم که بدبختی های ما در همین قرآن است که ملا در گردن ما زنجیر انداخته. اگر قرآن نمی بود ملا امروز کار میکرد. شما فرض کنین اگر اسلام نباشه ملاها میرن کار میکنن، آخوندها میرن کار میکنن، دکاندارای دین دکانایشان بسته میشه، همه میرن به غریبکاری و مزدورکاری و زندگی آدمگونه حداقل میپردازن. بنابراین وقتی ما داریم منبع دکانشان ده، منبع درآمدشان ده و مردم معرفی میکنیم، از مشتری هایشان کم میشه و شدیدا اینا درد دین ندارن، اینا درد پول دارن. ما میگن که ما درد دین داریم، درد دین نیست، درد شکم است، درد پول است. به خاطر اینکه ما وقتی اسلام را معرفی میکنیم خب طبعا که افراد از این دین میگذرن و ما کدام کتمانی نداریم، ترسی نداریم و واقعیت ها را در مورد این دین میگیم. متاسفانه اونها دشمنی را باز شخصی میسازن. به خاطر چی؟ به خاطر که فکر میکنن ما دکانشان را بسته میکنیم و این دشمنی شخصی است. یعنی نقد اسلام برای اونها دشمنی شخصی است، اما نقد اسلام برای ما فکر میکنیم معرفی کردن و شناختاندن اسلام برای دیگران هست که باید این کتاب را بشناسن. اگر واقعا خواندن این کتاب به زبان فارسی و توضیح و تشریح این کتاب جرم است، کار بد است، دشمنی است، خب مسلمانان دیگه نباید در خانه های خود قرآن داشته.